به دست افتادی لخته چوبین. این دفعه تو از من گریخته نمیتوانی. غیر از در آتش سوختن راهی دیگر نداری. Щелкунчик! Эй, то, муж! زود باشه. احتیاط شو! تشکر که مرا نجات دادی و باز برای طبابتی دستم. از کمک به تو خیلی شدم. چه خیلی خوبی عجایب. ولی این خوبی واقعی است. من باید دیر نکرده به عالم قنادی برگردم. تو میخواهی مرا در همین وضعیت پرتافته روی؟ تو فراموش کردی قدیما خیلی بلند بود. میترسم که این جادو را تنها ملکه ملک قنادی شکسته میتواند. ولی ما این ملکه رو از کجا میابیم؟ من او را از روزی میجویم که میری موشان مرا به لختک تبدیل داد. تو میخواهی گویی که همیشه اینطور پقنه نبودم. من میدونم به شما چطور یاری رسوندن لازم است. شما ملکه ملک قنادی رو در جزیره پیدا میکنید که در بحر طوفان ها واقع است. ولی از بحر طوفان ها گذشتن امکان ندارد. بله این خوفناک است، ولی شما علاج دیگر ندارید. خوب تو میایی؟ من با تو با اونجا؟ هرگز. نخواد تو خواهی که تمام عمر مثل موشان پکا نمونی. آخر من چطور بر میگردم؟ وقتی که ملکه ملک قنادی رو پیدا میکنی قوطیچه زیری گردنت رو کشو. با همین سحر سیاه میشکند و تو به خانه بر میگردی. تو با من میروی؟ اگر این بیعقلی هم باشد میروم. ما در کجاییم؟ با فکرم با جای دیگر افتادیم. این شمشیری من در کجاست؟